الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. برادران و خواهران گرامی، به توفیق الله متعال سلسله درس‌های منتخب احادیث صحیح را آغاز می‌کنیم. از الله رب العالمین مصلحت داریم که این مجلس را خالص برای رضای خود قرار دهد و آن را سبب اصلاح اعمال و افزایش ایمان و نجات ما در دنیا و آخرت بدهد. قبل از اینکه به درس مختصر و به درس احادیث گوهربار پیغمبر صلی الله علیه و سلم آغاز بکنیم، چند نصیحت مهم میخواهم قبل از آغاز هر علم، هر فن انسان آن را مد نظر بگیرد میخواهم بیان کنم. اول چیزی که ضروری و لازمی هست برای طالب علم، بو علم بدون اخلاص انسان را به الله نزدیک نمی کند. باید ما شما قبل از هر چیزی که ما شما میخواهیم که انجام دهیم در قلب خود اخلاص را لازم بگیریم، چون که بدون اخلاص هیچ عمل درباره الله قابل قبول نیست. چون که الله رب العالمین در قرآن کریم به پیغمبر خود حکم داده و آیتها نازل کرده که در عبادت اخلاص فرض عین و لازمی هست. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یعنی وقت زمانی که در عبادت اخلاص نباشد، در هر علمی که انسان میخواه آموزش بگیرد اخلاص نباشد، او دنبریده و او بدون عمل یعنی ناقابل قبول میباشد. مثال این واضح هست که ثلاث یوم القیامت تسجر بهم النار. سه شخصی است که روز قیامت به ذریعه آنها آتش جهنم را برانگیخته کرده میشود که از آنها عالم، سخی و مجاهد می باشد که در عمل آنها اخلاص نبود و عملشان تباه و برباد شد. دوم نصیحت اهم و لازمی است که قبل از هر علم انسان آن را بیاموزد که حدیث رسول الله امانت بزرگی است. باید آن را با ادب و دقت و عمل فرا گرفت. یعنی حدیث وقت زمانی که سلف صالحین احادیث را میخواندند، درس و تدریس میکردند، با ادب با وقار نشسته و حتی مراعات وقت را هم در بر گرفته احادیث پیغمبر را بیان میکردند. ادب چیست؟ که ما و شما در مقابل درس حدیث نبوی شور را نگیریم، در مقابل درس حدیث نبوی ادب و وقار را مراعات کنیم و لباس خوب و جسد صاف ستره را مد نظر بگیریم و خاموشی اختیار کنیم و این عمل را و این حدیث را با دقت گوش بگیریم و به دیگران هم برسانیم. یکی ادب است. سوم، هدف از آموختن حدیث صرف دانستن نیست که من حدیث را میخوانم یاد بگیرم بس، بلکه عمل کردن و رساندن آن به دیگران است. این فریضه لازمی است. سوم نصیحتی که امروز از اینجا میشنویم، هدف از آموختن حدیث نبوی صرف دانستنش نیست که حفظ کنیم، بلکه عمل به آن کنیم و به دیگران هم برسانیم. چون که حدیثی قبلا گفتم که سه شخص را جهنم بر آنها برانگیخته کرده می شود. یکی از آنها آن عالمی است که آن علم را به خاطر رضا الله خالص به دیگران نرسانده. و چهارم نصیحت، و هرگاه حدیثی را میشنویم نخست خود را مخاطب آن بدانیم نه دیگران را. چهارم نصیحت چی بود؟ هر آن آیت و حدیثی را که میشنویم باید اولین چیزی که ما شما در فکر خود بگیریم او چی است؟ که مخاطب این حدیث من هستم، دیگران نیست.
این حدیث من را خطاب میکنه که در من غلطی است، در من کمی بیشی است، باید من خود را اصلاح کنم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. الله میفرماید ای کسانی که شما ایمان آوردید، او کسایی که گمراه است شما را در گمراهی نه اندازد، گمراهی آنها شما را در گمراهی نه اندازد. پس معلوم می شود که هر آیت و حدیثی که در زمان صحابه نازل می شد آنها را خطاب خودشان را می کردن که مخاطب این آیت و حدیث من هستم. لیکن امروز ما و شما هر آیت و حدیثی که میشنویم مخاطب چی میگیم؟ این آیت و حدیث درباره امتهای قبلی بود، خطاب بر آنها هست، ما و شما هیچ تعلق نداریم. لیکن بزرگترین غلطی ما و شما همین است که مخاطب آیت حدیث اشخاصی که در زمانه قبلی گذشتن، تابعین عظام صحابه کرام بودن، آنها را ما و شما خطاب میکردیم، نه که خودمان را. چون قلبهای ما و شما سخت شده، دلهای ما و شما سخت شده. از این خاطر مخاطب هر آیت حدیث سلف صالحین امتهای قبلی را ما و شما میکنیم. از این خاطر از الله تعالی دعا میکنیم نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماع هذا خالصا لدينه القيم لدينه الحنيف. پس از این خاطر این چهار نصیحت را در زندگی خود هر طالب علم یعنی شامل حال بسازد که تا که قبل از آموختن هر علم هر فن انسان باید علمی را بیاموزد که او علم از این چهار چیز خالی نباشد. اگر از این چهار چیز این علم خالی باشد، این علم در بارگاه الهی ناقابل قبول می باشد. میایم به طرف کتاب مختصر در پیش روی ما شما، نخبة الاحادیث. نخبة الاحادیث بسیار مختصر. نخبه یعنی چیزهایی که منتخب کرده شده است از جمله احادیث ها، و آنها را چند احادیث ها است که به ترتیب آنها را با ترجمه و معنا و مفهومش اختصارا میخوانیم و به دوستا و رفقا هم میرسانیم. و این ذمه‌داری هر یکی ما و شماست، نه که ما و شما بشنویم به دیگران نرسانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری غالبا حدیث است که میفرماید بلغوا عنی ولو آیه. شما یک آیت هم از طرف ما پیش شما هست به دیگران برسانید. بلغوا بیان کنید، عنی از طرف من، ولو آیه اگر چه یک آیت هم باشد. الله پس از این سبب یک آیت و یک حدیثی که و یک سخن حقی که در دماغ شما می نشیند این را به دیگران هم شما برسانید. الحمد لله رب العالمین. الحمد تمام تعریفات لله خاص برای ذاتی است که رب العالمین پروردگار جهانیان است. رب گفته می شود تربیت کننده، پرورش کننده. از این خاطر یک مالک غلام که است مالک خود را رب هم گفته می دارد. از این خاطر وہ مالک اینا تربیت میده. از این خاطر الله رب العالمین تربیت کننده تمام جهان است، تمام مخلوقات است. پرند چرند، حیوانات، انسان، فرشته، ملائک، تمام مخلوقات را پرورش کننده کیست؟ ذات یکتا است، ذاتی وحده لا شریک است. رب العالمین و الصلاة و السلام و الصلاة و رحمت باشد، صلوات باشد و سلام و رحمت بی پایان باشد، درود و سلام باشد بر علی سید المرسلین، بر سید مرسلین، سید انبیاء. مرسلین به معنای یعنی شخصی که فرستاده شده، و علی آله و با آل آن و اصحابه و با صحابه و دوستهای آن اجمعین تمامش. این خطبه مختصر بود از این کتاب که این را خواندیم. بعد از این حدیث اولینی که در این کتاب شامل حال است میخوانیم، بو از سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه می باشد. اصل حدیث طویل است،
لیکن در این کتاب به طور اختصارا ذکر کرده شده است. اصل حدیثی تو است انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. من به طرف معنى و خلاصه حدیث. عن عمر روایت شده از عمر بن خطاب. عمر کی بود؟ پسر خطاب رضی الله عنه. قال اول سخن کیست؟ عمر بن خطاب. یعنی گفت، کی گفت؟ قال رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و فرمودند انما الاعمال، یقینا تمام اعمالها را دار و مدارش بالنیات، بر نیات است. حدیث رو مکمل میخوانیم. و انما و یقینا لكل امرئ، برای هر شخصی است ما نوا آنچه که آن نیت میکند. یعنی تمام اعمالها را دار و مدارش به نیت. چی مطلب؟ انسان وقت زمانی که وضو میگیرد در قلبش نیت چیست؟ من نماز میخوانم. کدام نماز؟ نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء، کدام نماز میخوانم؟ و همچنان یک شخص به طرف جهاد میرود، نیت چی میکند؟ ینوی للجهاد، نیتش چی است؟ من جهاد میکنم یا ما اسلحه تیاری میکنم به خاطر چی؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، یعنی تیاری و قوت به خاطر جهاد است. نیتش مکمل شد. پس رسول صلی الله علیه و آله کی فمن کانت، کسی که نیت میکند نیت او خالص برای الله باشد. و انما لكل امرئ ما نوى، هر شخص نیت میکند در نیت چیزی که باشه به اون میرسه برش. فمن كانت هجرته الى الله، کسی که هجرت او باشه به طرف الله و به طرف رسول الله، فهجرته الى الله و رسوله، پس حقیقتا هجرت او به طرف الله و رسول است. لیکن ومن كانت هجرته لدنیا، کسی که هجرت او صرف به خاطر دنیا باشد، یصیبها، آن را میرسد، چیزی که به خاطر دنیا هجرت کرده است براش میرسد. او امرأة، یا کسی که هجرت میکنه به خاطر یک زن که با او نکاح کند، ینکحها، با او نکاح کند، فهجرته، پس هجرت او الی ما هاجر الیه، به طرف آن چیزی است که به طرف هجرت کرده است. یعنی خلاصه حدیثی است که هر شخصی که به طرف هر چیزی نیت میکند میرود اما میرسد. اگر یک شخص نیت کنه از صبح یعنی از خواب میخیزد، نیتش به خاطر چیز؟ من رفته طرف سینما فیلم سعی میکنم، نیتش شد، یعنی بجای که ثواب برسه به اون گناه براش میرسد. یک شخص صبح از خواب میخیزد، نیت میکنه من نماز فجر را میخوانم با جماعت، حقیقتا ثواب برش میرسد و نیتش الله تعالی اجرش هم برش میدهد. و از این خاطر از این حدیث میشود که انسان هر آنچه نیت کند برای آن میرسد، ثواب میرسد. نیت بد کنی ثواب بد میرسد، گناه برات میرسد. و اگر نیت نیک کنی الله برای تو اجری بی پایان نصیب میفرماید. از این خاطر حدیث برای ما شما درس عبرت میدهد که در هر چیز انسان باید نیتش را خالص کند و نیت به خاطر چیزهای نیک و صالح کند، پاک کند. لیکن متاسفانه اسفا للامر در معاشره امروزی ما و شما برای هر چیز نیت میکنن. نیت جور کردن، برای نماز هم نیت، برای روزه هم نیت، برای وضو هم نیت، تا که به زبان خود تکرار نکنیم نیت را، تا او وقت نیت ما و شما، یعنی ما و شما در ذهن میگیم که ایوات ما و شما قبول نشده است. از این خاطر این حدیث یکی از رکن اهمترین اسلام است. امام شافعی رحمه الله فرموده يدخل هذا الحديث في 70 بابا من ابواب الفقه. این حدیث در 70 ترین ابواب فقه نازل شده است. یعنی از این حدیث 70 فواید فقهیه ثابت کرده می شود. از این حدیث حقیقت است. و حتی امام احمد بن حنبل می فرماید که اصول الاسلام على 3 احادیث، اصول اسلام بر 3 احادیث بنیاد جوگرده شده است. اولها حدیث انما الاعمال بالنیات، اولین اصول اسلام بو حدیث انما الاعمال بالنیات است. بسیار فواید لا تعدادی دارد، لیکن مهمترین پیام های این حدیث اول چیز
اخلاص اساس همه اعمال است. اخلاص اساس همه اعمال است که در اخلاص در زندگی انسان اگر اخلاص نباشد تمام اعمالها تباه و برباد. چون الله میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، ما را حکم کرده نشده است مگر به خاطر الله دین را خالص کنم، اعمال خود را به خاطر دین الله خالص بسازم. دوم، ارزش عمل به نیت بستگی دارد. ممکن است که دو نفر یک عمل انجام دهد اما یکی ثواب عظیم ببرد و دیگر هیچ بهره‌مند نشود، زیرا نیتها متفاوت است. قسمی که در تشریح این حدیث گفتم. سوم، هجرت نمونه برای همه اعمال است. رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت را مثال زدن تا روشن شدن بیان کرده. حتی که بزرگترین عبادت نیز بدون اخلاص ارزش حقیقی ندارد. یعنی هجرت هم وقتی یک انسان از دارالکفر به طرف دارالاسلام هجرت میکنه گناهان آن معاف میشود، لیکن به نیت هجرت کند که نیت غلط باشد، گناه باشد، چی میرسد؟ متفاوت میشود، گناه باش رسید میشود. قسمی که در حدیث بیان شد یک شخصی صرف به خاطر از مکه به طرف دهات هجرت کرد که من به خاطر که یک زن با او ازدواج میکنم، با او تعلق خود را پیش میکنم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که برای آن اجر ثوابی نمیرسد، چون نیتی و به خاطر هجرتی و به خاطر چی بود؟ دنیا. لیکن هجرت کرد لیکن در نیتی و اراده غلط بود، اراده ازدواج بود، اراده تعلق بود، اراده خاص به خاطر رضای الله نبود، از این خاطر ثواب براش نرسید. و از این خاطر این حدیث درس عبرت برای ما و شما بسیار عظیم میدهد و او سه عبرت برای ما و شما بیان شده. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی بود؟ عمر بن خطاب بن نفیل العدوی القرشی عظیم صحابی بود. کنیت ایشان ابو حفص نامیده می شود و لقب ایشان را با لقب الفاروق رضی الله عنه گفته شده است. فاروق چرا گفته می شود؟ زیرا با وسیله عمر بن خطاب فرق میان حق و باطل کرده شده بود. وقت زمانی که عمر رضی الله تعالی اسلام قبول کرد تا او وقت اسلام پت خفیه نماز خواندن، دعوت دادن میشد. لیکن وقتی که عمر بن خطاب اسلام قبول کرد گفت یا رسول الله، گفت چرا ما شما واضح در مکه نماز نمیخوانیم؟ گفت ای عمر، حال ما شما تعداد ما شما کم است، ما شما ضعیف هستیم، نمیتوانیم، منتظر باش. لیکن عمر بن خطاب گفت بعد از این روز ما و شما چپ یا خفیه طور پر ما و شما عبادت نمیکنیم، بلکه علنا ظاهرا باطنا ما در مابین مردم استاش شده و ما و شما عبادت میکنیم. پس حتی بعضی از صحابه کرام درباره عمر میگوید که بعد از اینکه عمر ایمان آورد ما طواف را هم واضح میکردیم، حج را هم واضح میکردیم، نماز را هم واضح میکردیم، حتی اعزنا الله الاسلام بعمر، یعنی به ذریعه عمر ما را عزت داد، اسلام بلندی یافت. سبحان الله. از این خاطر عمر بن خطاب از مهاجرین بودند و عمر بن خطاب از جمله انصار نبودند، از جمله مهاجرین بودند که هجرت کرده بودند صرف به خاطر رضای الله و ایشان از قبیله قریش و از اهل مکه بودند. قبل از اینکه اینها هجرت کنند، قبل از اینکه اینها اسلام بیاورند و همراه مسلمانان به مدینه هجرت کردند، اینها اول اسلام را قبول کردند، بعدا به مدینه منوره هجرت کردند. و بعضی از فضائل ایشان دومین خلیفه راشد بودند. بعد از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ایشان وقتی وفات میکردند، ابوبکر صدیق ایشان 6 دانه صحابه کرام را جمع کردند: عبدالله بن عباس، طلحه، عمر بن خطاب و حتی علی بن ابی طالب، عثمان رضی الله تعالی عنه. این صحابه را جمع کردند، در مابینشان یک وصیت کردند، گفت که در موجودیت من شما یکیتان را خلیفه مقرر کنید و بعد از وفات من شما دیر نکنید، در داخل 3 روز شما یکیتان را خلیفه مقرر کنید با مشاورت ما بینتان. و ایشان بعد از وفات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومین خلیفه راشد که
در مابین صحابه به اتفاق واقع شد و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بود. ایشان از عشره مبشره بودند و ایشان از بزرگترین فقهای صحابه بودند که رسول صلی الله علیه و فرمودند لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر کسی بعد از ما نبی می آمد بو البته عمر بن خطاب می بود، لیکن بعد از نبی صلی الله علیه و هیچ نبی آمدنی نبود و نیست، ایشان خاتم النبیین بود، از این خاطر هیچ نبی به وجود نیامد.